من نگاه کن اینجا پیشتر بیا من بچه کلان نکردم گوشت پوست خرم بیارم که تو به سواد روز تو بگه در اینستاگرام شده بعد شوهر کردم بیا اوقات پخته نمیتونی کو چه با مزه که شیرینه اینقدر صبورتون شیرینه عزیز دلم میگه من میخوام وقت از شما صحبت میکنم تاجیکا میخوام انگار بشینم که پیشم پروانه بانو 16 سال چرا ترک تاجیکستان کرده بوده دوری از وطن چگونه بود در نظر شما کمی طاقت کن صبر کن حتما خواستگارم رو میفرستم پروانه التماس مرافا نه من خانه‌دار شده نیستم با تو با دیگر کسام نمیخوام خانه‌دار شدم تو نوزت بسیاری بده بچه‌م نه بابا من دختر تاجیک اصلی تاجیکستان هستم ولی یکم رفتیم بالا چرت و پرت چون اکسنتی اما مردم ایران رو خوب بلد هستی آی میگویند که پروانه به خاطر پول و کاوالیرهای بوی پیدا کردن روی صحنه آمده عاشقی زارم خدا جان بای خشروچا با خواهر خود زنگ زده گوید که صحبت میکرده اون اصلا فکر نمیکرده من دختر تاجیکم شوهرم میگفت که سید کی این یعنی لایر ادوکات میشه یعنی میگه آره بابا ولی شب پهلوم بخوابه شوهر نیز خارج بودن شرکت СОФСАВДО داروهای را پیشنهاد می‌کند که برای زیاد کردن ریش و برآوردن موی سر و همچنین برای بیماری پسریازو و با قوت کردن قوه مردانگی بیماری پوست داروها به نماد کپسولا الهدایا و روغن سیاه‌دانه که با سطح در دوا هستند پیشنهاد می‌نماید داروهای بتیا پروتئین و گنرهای СОФСАВДО باش درد شما حتما دوا می‌بخشند دستافка به همه شهرهای روسیه از 3 ساعت تا 5 ساعت از نام کانال مهراب پرو سلام فرستید زاکاز کنید و تخفیف الهاگی را به دست آورید تلفن ها برای تماس در روی اکران یک سلامی گرم بهر شما تماشاچیان عزیز و پادپیسچیکان فعال کانال مهراب پرو اینک فرصت فرا رسید باز دیده به دیدار رسیدیم اینک با برنامه روبرو با شما من هستم رستم عظیمی مهمان برنامه ما میدونید این نوبت کی است دختری خونیاگر صنعتی نوبی ملی تاجیک دختری شودروان توجیدین مухиддин خواهر بزرگی شبنمی توجیدین پروانه توجیدین پیش از همه شما رو با برنامه روبرو خوش آمدید میگویم سلام علیکم آباد باشید تشکر چی حال دارید تبتون چگونه است خوب بهتر تشکر بسیار میبینم خرسند خوشحال مینمایند و البته برنامه ما جالب میاد وقتی نسترنی است تب خوش است حتما به مقصد خواهند رسید الحال ما در تولور مبلی اکرم قرار داریم و شما می توانید از اینجا همدیاران عزیز نمودهای گوناگونی تیار مبل ها برای خانه برای جای کار دسترس نمایید و یا اینکه فرمایش دهید اینچنین تولور مبلی اکرم مبل ها رو با نسیه یعنی با طور بفایز با مدت 6 ماه پیشنهاد شما میگردم پروانه بانو شما رو باری دیگر به برنامه خوش آمدید میگیم و بیاید شرط برنامه رو من با شما میفهمونم شما برنامه ما رو تماشا میکنید کوتاه که در اینستاگرام شما وای میکنید میپرته یک نگاه میکنم نکی نمیدونم من شما گفتم که چی سوالا داره یگان چیزای وای نباشد یگان هیچ سوال نداده یگان پیشکی تیار میکنم که برنامه ولی ما تیار نمیکنیم هر چیزی هست ما سورپرایز کردیم و بهتره میخوایم که فکر شما اندیشه شما رو در رو برای تماشابین خود در چشم تماشابین خود پرسان شویم در اینجا شرط ها سوال ها و پیشنهادها نوشته شدن اگر شما میخواهید که با همین سوال هایی که پسند شما هستند جواب بدید اگر سوال ها شما رو ناراحت میکنه در اینجا زشیتنیکی شما زجیگالکا است و شما میتونید اون رو آتش زنید فندک با فارسی میشه فندک بله از بس که فارسی رو خوب بلد هستید بله احسن میگویم با شما و تو جای میدونیم پروانه بانو 4 زبانو که تخمینا 5-6 زبان رو خوب میدونن و در خارج نیز زندگی داشتند و سکورا به تاجیکستان آمدن همین گونه تشکر و بیاید از سحر و انمون اسرار زندگی پروانه بانو رو از همین کانورت هایی که سوال ها درج گردیدن میفهمیم یک تو شما میگیرید یک تو ما بیا با دست مبارک شما سر کنیم تشکر سوال نخستین رو ما از بین لیفافه ها میبرارم و میبینیم چی سوال نوشته شده است سرودی مفتونم کرده خماری بچه رو طوری خوند که شبنمی توجیدین گمان نکند که این تقلید است باید تقلید کرده نمیشد ولی خواننده 18-20 سال خواننده در روی صحنه چون شما خواهر بزرگش هستید و همیشه در پهلوی هم هستید ولی تقلید کردن ولی فکر کنم هر کس تقلید کردن نمیتونه یک صدای لیریکی داره یک صدای مفتون و نازکی به حد مهین خودش داره که تقلید کردن ولی یقینه
بیاید بهای ارزنده رو تماشابینی ما گذاره. بله دیگه. هر چیزی هست من شما همچون خانه. خواهر اگه من خواهر باید تعریف کنم. تشکر. من همچون خواهر بزرگ باید تعریف کنم. شاید صدای شما خوبتر با چشم تماشابینی ما نمودار شود. نه از صدای شما فکرم خوبتر نیست. میشنویم. مرحمت. مفتونم کردی خماری بچه دل خونم کردی خماری بچه عاشق زارتم با دل گرفتارتم عاشق زارتم با جان گرفتارتم مفتونم کردی خماری بچه دل خونم کردی خماری بچه. بهترین هم صدای خوش بود و هم گوشنواز بود. احسن میگیم به هنری شما. پس کنورت دیگر رو شما میگیرید. بید همین چی سوال میوید؟ راست است که نیت کردید که اگر همین سال هم زور میزنم شناخته نشدم از بحر صنعت میگذارم. اصلا من برای شناخته شدن شعر نمیخونم. این برای یک هوس دل، برای یک چیزی که در خونه، چیزی که تاجیکای ما میگن در الیک خونه و هیچ جا نمیشه. 100 سالم که گذرد یک جا در خود رفت چینی خونه در غذاپزی و چیز زمزمه آدم کردن میگه که این در خونی ما. من برای شناخته شدن و مثلا من نیاز ندارم برای شناخته شدن. من پدرم آدم شناخته، من خواهرم، من مثلا برادرام آدمای شناخته. منم در زندگی یک چیز یک خدمت یک کارای کردم که شناختم. برای همین برای شناخته شدن من حافظی نه سرود نخوندم برای دل. و بیاید کنورت دیگر رو من میگیرم و میبینیم باز چی نوشته شده است. پروانه بانو 16 سال چرا ترک تاجیکستان کرده بودید؟ دوری از وطن چگونه بود در نظر شما؟ هر یک کار طرح و جمعی خود داره. ضرر هم داره، فایدهش هم داره. مثلا از نبودن این یک وضعیت خانوادگی بود، یک وضعیت مثلا زندگی بود. روسا میگن که ژن دیکابریست میگن که مثلا شوهر که کجا رفت زن از پشتی وی میره. بله. خیلی همین شد یک وضعیتایی بود که در کار بود که خانوادگی مثلا با بچه‌ها با شوهر در خارج زندگی کنیم. یکی نه اومدیم ما 16 سال نبودیم. آمادگی بود 4 سال شد، 3 سال شد. در کجا زندگی میکردید؟ در ایران زندگی کردیم، در تهران، شرق غرب. بعد در امارات، در دبی. فرزندان اونجا تولد شدن. پسرچه‌ام دخترچه‌ام تولد شدن. با وی رفتن مکتب انگلیسی خوندن. زیق میشدی؟ پیش فرزندا پیش شوهر دنی. اما در تنهایی اگر میگفتن که میرم وطن شوهر خواه مثلا وای میشد ناراحتی میکرد نگاه میکردن 3 روز ای غذا خوری میمون. بعد میومدم دروغ میگفتم که ای گوش کن نمیرم چی میرم آخه اونجا من. امروز زندگی پره پروانه در دوشنبه است. ای وعده داده بودم که اگر من تاجیکستان رو یک بار دیگر تمام جای تاجیکستان میگردم تمام جاش. چون ما دختر شهر بودم در شهر تاول شد کلان شدم ندیده بودیم هیچ جای. ای ورزو چقدر جای ما وای داریم سیاحتی نگذاریم زیبا منظره زیبا من دیدگی نبودم چیزا. الان گشتی؟ ای یک 100 باری. تشکر. 100 باری. و دیگر ما هولیان سیر نکردم نیکی. راست دیگه هولیان سیر نکردم ای وطن. بیاید لیفافه دیگر رو شما میگیرید مرحمت. من گرفتم از یکی شما. من گرفتم. نه؟ خیلی. نوبتی شما است. خیلی. آخرین بار که اشک ریخته بود چرا؟ برای کی با چه سبب آخرین بار من حاضر دل ما ترک کردی شما دل ما گنده کردی. نه خوب. همین انسان تو درد نداشته باشد اشک جاری نمیشود. یک رفیق خوب داریم ژورنالیست خوب طلب شو. بله. آخرین بار در نزد هوای اشک ریخته بودم. کدام سال بود؟ 5 سال پیش در امارات. تشکر زیاد احسن میگیم و بیاید لیفافه دیگر رو من میگیرم و میبینیم باز چی نوشته شده است. اشک ما ریزونده دوباره.
چون در وطن چند استقامت ماه داره بود گریه نکردم شما من گریان دیگر اشک از چشمان شما نریزد و ما دعا میکنیم نه این عشق شدیه در اینجا یک تا شرط آمده است شرط چنین است دو عاشق از هم جدا میشوند و با هم دستی به دست سخن جدایی رو به زبان میارند هم من و هم شما فکر باید کنم این نقش خیلی گپ نیست در یک اونجا من فکر میکنم که هیچ وقت دو عاشق دستی به دست این نمیگن و SMS قطعی و این گپ این بزرگ جدا میشه عاشق اکنون در اینجا ما صحنه رو دیگر میکنیم بلاک مناف قطعی چون شما و من در شخصی دو نفر عاشقی که از هم جدا میشویم رول میبازیم و میبینیم که از عهده شما میبرید یا اینکه من یا اینکه هر دویم پروانه از من میروی و با دیگری خانه دار میشوی آخر یک بار فکر کن عشق دو ساله ما محبت و دوستداری ما چی میشود در یک دم زیر و زبر میکنی کمی طاقت کن صبر کن حتما خواستگارم رو میفرستم پروانه التماس مرا فهم نه من خانه دار شدن نیستم با تو با دیگر کسام نمیخوام خانه دار شدن تو نوزت بسیاری بده بچم ماده نمیفوره عروس ماده مرد مادر کن عروس نه برای میگه پلاسه خولی که احسان میگیم و در حقیقت ما این چیز رو از پروانه دون انتظار نداشتیم ولی توانست که هنر و مهارت خود رو همچون اکتریس نشان دهد این بود یک شرطی برنامه ما و توانستن از اودش برای شرطاتون گندش ریزیات و بیاید سوال دیگر رو من میگیرم و میبینیم باز چی سوال اومده است در دوبای میگویند که کنسرتی چندین ستاره های مشهور تاجیکستان رو کرده بودید یعنی شبنم صدرالدین و دیگران در این کنسرت سرود سراییده بودند چی مگر شما در اونجا کلوبی تاجیکی دارید شبنم نه کدام شبنم شما در ما سه شبنم داریم شبنم سرایو داریم شبنم توجیل شبنم صابری داریم این رو شما فقط تنها گفته میتونید که کدام شبنم ها بودن نه شبنم نه بعد کلوب داشتیم من کلوب داشتم در اونجا کلوب شخصی داشتم کلوبم به خاطر بچهای خودم باز کردم من کلوبم باز کردنی نبودم یک شام رفتیم غذا خوری با شوهرم با دوستاشون رفیقاشون رفتیم که بچه‌ها همین صددین شدیم صددین نکته ای خوردی ما رفت آمد داشتیم بعد اونجا بختیار این تبل نواز که هستن اکای میرزای دورچی دادم بودن بختیارم با ماید کودک بودن دادم تویو میرفتن مثلا یک کنسرت رو میگذراندن خانوادگی رفت آمد داشتیم یک کم جدیده منم حیران شدم که بچه‌های ما همشون موزیستامون و خواننده‌مون همشون سلام علیک کردیم یک ببینم که یک ناراحتی دارن گفتم شما آدمی میفهمه توجیکی من دختر زیرکم من آدمم میفهمم تیز تو یگم پرابلم داری شما یگم پرابلم داری فکر همین خیلی اومدیم همینجا یک کم خطاگی کردیم توجیکی ما خطاگیشون در چیه که خارجی فکر میکنن که رنگی توجیکستان مثلا ما شما وعده کردم قطعی شما کانترکت کردم داور کردم که من آماده در پروگرام شما برآمد میکنم لیکن من نه آمدم شما وقتتون صرف کردین شما اینجا داور کردین شما اومدین وقتی که باید در دیگه کارتون صرف میکردین در من من نه آمدم ایروی کانترکت شما میتونین که منو مثلا جریمه کنین یا وای کنین همین چیزا باید در نظر نگرفتین یک کم پرابلم بعد رفیق مردا که قپیدم همه خیلی گفتم تمام دنیا میبینن این صددین میگه صددین کیه این خودت خواننده و انا چه همه در اینجا داشته همه میخونده همه رفیقات دارن در اینجا مثلا کلوبای کلان دارن باید گیرن همین کارشون داونتیان و لیفوفای دیگر رو شما میگیرید مرحمت میگیرم خب مرحمت میتونید میگویند که پروانه به خاطر پول و کاوالیرهای بای پیدا کردن روی صحنه آمده من روی صحنه ولی نه آمدم این یک اومدنی هستید نه اومدنی برای وای همه معرکه میشد مثلا تشکیلی میشد همه میشد هست یک سه چهار تا آهنگ و سرودای ثبت کردگیم تگ سر دمونده خورفتگیم رو مثلا میگه توی اینا مثلا معرکه خشت برون میشه نیست چیزی که مثلا بروماده خوندن من برای دلی خودم برای مثلا که برای کاوالی رو برای پول خطای کلان هیچ گروهی صحنه نموده نه من برای پول اول سپانسر میوان که سپانسروس شعرشون آهنگ کنن ارانجировка کنن دیگر ثبت کنن و کلیپ کنن اما خودم پولش میتیم و خودم میکنم یعنی که
ниёз ба ягон نه сарпарас ҳам من надоштед? نیاز من سپانسر خودم اینا همه میدونن من اکایی که جمشید نظام аранжировкой میکنم مثلا سبتای میکنم خونش میریم یک محیطی خانگی خوب دارم مثلا خانوادگی آدمای خوبن به حد مثلا وقتی میری فکر نمیکنی که تو یک آدم شرم نمیداره وقتی سبتی آواز میکنه و وای میکنه خانواده خوبن برای این بعد من هیچ وقت کاولری بوی نمیگفتم هیچ وقت من نیاز ندارم برای کاولری بوی ва биёед саволи дигарро ман мегирам ва мебинем боз чӣ савол омадааст. бо садои зинда аз сурудҳои Шодравон падаратон Точиддини Мухиддин замзама кунед то мухлисони эшон шод гарданд. وای همون یک دم بعدی اندانا کنه همینجا خوابم کابینه چونده خوابم برده یک بیدار شدم که خستی و چجون گفتم دادا که من برای تو گفت یک برای دندانه که تو گفت دندانی تو با این یوشت کردن گفت یک تا شعر موندم یک ایجاد کردم گفت کنی گوش کن گفت یک برو بعد اون اپاراتوری وای داشتن کاسیو پیش همین تریزا هیچ ایادم نمیره همین استول داشتگی کتابچه پیشم موندگی ایره و خونده همین یک خنده کنی گل یک خنده کنی گل یک خنده کنی گل لبیدن خندانت صدقه ای پیسته دهان زیره دندانت صدقه گفتن خیلی اما دادم کدی بسروسی گفتم ой какой-то колхозная песня эй گفتن من برای دندانه که تو این شعر آمدم جگرای من ریخت دندونت کردم در کجایی باشی گفت کدام وقتی باشی همین آهنگ گوش کردی گرد گفت هم کنداس کردم برای دندانی من دادم این شعر یعنی اسرار انامی سرود یک خنده کنه گل با شما بخشیده شده است این سرود برای دندانی من بخشیده احسن میگیم تشکر و بسیار آن چیزی که نمیدونستیم و از این برنامه از زبان خودی پروانه خان شنیده ایستادیم و بیاید سوالی این بعد رو میگیریم و خطا نکنم نوبت از شما بود یا که از من بود و میگیریم. سوال چنین است با شبنمی توجیدین با خواهر خود زنگ زده گوید که این شام به خانه من یک مردی ثروتمند خواستگار میفرستاده است. تو چی مصلحت میدی؟ پیشنهادش رو قبول کنم یا رد کنم؟ خیلی میگه اگر ثروتمند باشه گیر حتما. بیاید از زبان خودش میشنویم چون میگن که سخن از زبانی لقمه خوش است. پس بیاید از کارگردان خواهش میکنیم که تلفن رو بیارن و به شبنم زنگ میزنیم. مرحمت. دیرتر زنگ میزنیم اگر ممکن وقت خودش زنگ بزنن. تماشاچیان عزیز این بود یک شرطی برنامه ما و متاسفانه شبنمی توجیدین تلفن رو نبرداشتن و اگر تو جنبستی برنامه ما بود زنگ زده موندن ما حتما این شرط رو از زبان اونها میشنویم و بیاید لفافه دیگر رو شما گیرید و میبینیم بود چی سوال میآید. من یک مرد ثروتمند خانه و در دیگر مردی ثروتمند آخه وجود بقیه‌اش نیست خودم گویم دیگر یعنی دیگر میفهمم که دیگر یعنی دو تا مردن یکش خانه و در پیشنهاد میکنه یکتش ماشین و قصر همون خانه و قصر هر چی یکه در یک وقت پیشنهاد کردن کدومش خوش دارید یعنی کدومش قبول میکنید فقط نگوید که یگان تاش رو نه کی میگه گپ ما هیچ وقت این گپ نمیزنم که یگان تاش رو یک کاری میکنم که نه اینش خفه شو نه اینش جرا هر دوش قبول میکنیم نه که خوش رو احسن اینش از بودن اینش درک نیوبا این تنو یک حاضر بود و نه خیر است از مردکایی که پیشنهاد میکنن خانه و در قصر ماشین دیگر سر یک اینا همش با زن و زندگی دارن فریب کردن موام اینا بسیار آسانه مفید است اینا موام را گمینا میتونه فریب کنه هر دوش قبول میکنم جرا یعنی کسان باشن اگر من قبول کردم میتونم شم یعنی چگونه که اونها زن و فرزند خود را فریب میکنند و به زن دیگر چشم علو میکنند و شما در جواب میخواهید که اتوید به مثل خودشون دیگه ما همه خیلی میکنم در زندگی تشکر من در زندگی هم خیلی میکنم من از کودکیم یک وای دارم какой привет такой ответ همین سلام تو حضور همین خاراکتر هست در من که همین چه سلام اینا شما زدی سوزی پار میگه که اشتیاق میرو سوزی تو انا خجم دیگه فرنش سوزی سلامتی خوب میگه که من همین برای همین هر کس وای میکنن دیگه که تو چه ما هر چیز ایرانی میگم دیگه که تو میگیری اون چیزی که خودت میتی مثلا چیزی که تو با من میتی همون چیز من تو میگیری نه کم نه زیاد بله درسته و چون شما در ایران بودید در عربستان بودید و بیاید یک لهجه خاصی ایشان رو که همراهشون صحبت میکردید از زبان شما شنویم
اگه من حوزی گپ زدم شما فهمیدید. خوبتر میفهمیم چون شما مثلا در سر یک دسترخوان نشستید و مهمان‌ها رو تکلیف میکنید که گیر از خوراک خور، گیر از نان شکن، مقصد همون چیز رو میخوام با لهجه همون مردم ایران و مردم عرب بگویید. مردم ایران، مردم عرب، زبان این زبان اگه مردم عرب زبانی و یاد گرفتن این برای ما، برای مردم مسلمان این باید لازمه. گفتی عربو چون که لازم یعنی که لازمه فهمید چون زبانی قرآن است، زبانی مثلا پیغمبرمونه. زبان ایرانی هم زبانی ما یعنی که ایرانی‌ها با برای زبانی ما بسیار تر شوق حواس داشت. ما میدونیم وقتی ما ایرانی گپ میزنیم مردم میگن که ای چقدر زبان شیرینه که وقتی ما گپ میزنیم و یا میگن که زبانی اصلی دری فارسی میگه مال شماست. شما میگه مثلا بابا این چه با مزه که شیرینه، این خیلی زبانتون شیرینه. از دلم میگه من میخوام وقت از شما صحبت میکنم تاجیکی میخوام انگار بشینم که دیگه گوش بدم. میگه اینقدر زبانتون میگه مثلا مثل قنده. چون راست میگه زبان خودمون بهترین زبان، شیرین ترین زبان در دنیا. و همین یک شرطی ما بود که شما که توانید با لهجه ایران بیان سازید. احسن میگید من فرق نکردم که پروانه در حقیقت تاجیک دختر است. گمان کردم که نه بابا من دختر تاجیک اصلی تاجیکستان هستم ولی یکم رفتیم بالا چرت و پرت. چون اکسنتی همون مردم ایران رو خوب بلد هستید. آره اکسنت لهجهشون خوب بلدم. وقتی اونجا بودیم وقتی با ایرانی‌ها وقتی مهمونی می‌اومدن خانوادگی مثلا این صحبت می‌کردن اون اصلا فکر نمی‌کردم من دختر تاجیکم. شوهرم میگفت که سی کی این یعنی لایر ادوکات میشه یعنی میگه آره بابا ولی شب پهلو میخوابه. شوهر نیست خارج بودن. نه تاجیک خودمون سوی سماور چاینی که خودمون بود جدا. تاجیک خودمون من تاجیک خودمون باش کس نمیتونم. احسن بسیار یک سرلوحه خوب نیست دمو پریدومت کردید یعنی که یک جوانی تاجیک خود رو با 100 هزار تا عرب ایرانی و مردای خوب دارن. هر یک ملت مردی خوب داره که من نمیدونم شاید دیگه خیلی تربیت افتادیم همین گدو باشه تاجیکی خودمون باشه. و سوال دیگر چنین است در نقش خوشتومنی ایار یعنی خوشتومنی جاهل نقش بازید که میخواهید از کرین قصاص گیرید. اگر این رو با زبانی فارسی بیان سازید بسیار خوب میشه. ایرانی یعنی؟ بله فارسی ایرانی. شما همچون خوشتومنی جاهل میخواهید از کلین خود قصد گیرید و همون لهجه رو با زبانی ایرانی. من خوشتومنی جاهل میشم هیچ وقت. برای که من آدمی زمانویم، آدمی مثلا سری من دوست دختر داره مثلا بینشون یه مناقشه میشه یک حرفشون یا مثلا بینشون نفهمی میشه هر زمان پرسیده میستم من درگاه چگو که من کتی جنگ شو موخی تو کلینی من بیا پرسیده یا دوانی من یا کلین ای من نگاه کنجا پیشتر بیو من بچه کلان نکردم گوشت پوست خرم بیارم که تو بی‌سواد روز تا بگه در اینستاگرام شده بعد شوهر کردم میبینی اوقات پخته نمیتونی کو من خیلی سگه ایتری بطلق رنگ نیستم باتیا. تشکر زیاد در حقیقت مهارت به حد بلند دارید و از این کس ترسیدن نکن و همون کلینی آینده پروانه خان صبری جمیل میخوایم به شما. برام سراز جدا میکنم. تشکر زیاد که از عهده نقش ما برآمدید و بسیار هم صحبتی بسیار صمیمی و گرم همراه شما گذشته شده است و کانورت رو شما میگیرید در فکرم. کانورت ها چی بود؟ ها همه آی tak بچه‌ها زبان تاجیکستان رو دوست می‌دارم. گویید انا کدام زبان ها با فکری شما در اینجا شنیده میشه؟ حتما اول با تاجیکی. مرحبا. اول با تاجیکی. یکم زبانی تاجیکی شنیده میشه. конечно حتما تاجیکستانی خودم به حد دوست می‌دارم. وطن ما هیسور جانا، کلوب جانا، ورزوب جانا، قرطق جانا. هر یک همین گوشه و کناری تاجیکستانی خودم به حد دوست می‌دارم. انا حب بلاد مال انا تاجیکستان مشان یه باقیش نگم. این با لهجه کجا بود؟ عرب بود و با لهجه ایران. لهجه ایرانی. من وطن عزیز خودم تاجیکستان خیلی دوست دارم. تو قلبم، تو دلم، تو چشمم، تو رو چشام میگیرم اسمشو خودشو. تمام زندگیم تاجیکستانه، بچه‌ام تاجیکستان، مادرم تاجیکستانه. به این خاطر دوست دارم.
I love you. احسن و چهارم زبان چرا زبان انگلیسی؟ مرحبا I love my country. I'm very I loving my country, Tajikistan, because this is my better my mother, better my child, better my anything. This is my life, but I loving too much. بهترین احسن میگم Я люблю свою родину, Таджикистан, очень. این پنجم زبان بود Ага. تشکر زیاد و تشکر زیاد میگیم و بیت کامری دیگر رو من میگیرم و باز میبینیم که سوال ها چی اومده است. اون نفر کسی که شما رو تیز تیز همراهش به ورزاب میبرد کیست؟ Taksi sürüsü ta koçay خودم. و این جوابی پخته شما بود و ما دیگر با شما پرتنزه نداریم، یعنی که بحث نداریم. همین است. بله. با تاکسی به ورزاب میروند. یک رقص زیبایی کنید که حلاوت برید. زیبا بود در اجرای پروانه توجیدین. بهترین احسان میگیم و با تشکر زیاد به شما که دعوت ما رو پذیرفته مهمانی برنامه رو برای گشتید. تماشاگران عزیز، صحبت گرم و صمیمی ما همراه پروانه توجیدین در تولری مبلی اکرم برگزار گشت. و بار دیگر میگم که اگر شما میخواهید که خانه خود رو با همین مبل های شیرین و زیبا نصب سازید، پس میتوانید با این رقم های زیر زنگ زنید و حتما فرصت قلای است که به شما دسترسی کنند. با برنامه های جالبی ما بمانید. تماشاگران عزیز، تنسیت خانواده باشید. خیر.